د هر شهید ترشا یو مور ده، یو پلار ده، یو ورور ده، په اکثر وختونو کې ښځه ده، اولادونه ده، قوم ده. ما پرونه وویل کله چې زه د شهید تابوت ته اوږه ورکوم، زه فکر کوم چې زه د خپل تاریخ یو برخه نن خاورې ته سپارم او ښخوم. ډېر ګران مسله ده، ډېر ګران مسله ده. پرون هم چې ما د یو پیلوټ، شهید پیلوټ تابوت ته اوږه ورکړه، همداسې احساس و ما سره چې دا یوازې یو شهید نه ده، د دې خاورې یو ټوټه ده، زموږ د عزت د ساتنې یو ټوټه ده چې اوس زما په اوږو کې بار دی او زه دا را انتقالوم گور ته نه، تاریخ ته. آیا شما میفهمین که 25 سال از طالب می جنگه ولی هیچگاه ملت افغانستان به کشته طالب اشک نریخته؟ هیچ طالب سالگرد کشته شدنش ملت به یاد نداره؟ میفهمین؟ آیا تاسو په یاد لرئ چې د افغانستان په یو برخه کې، په یو ګوټ کې خلک ووایي چې راځئ چې اوښکې تویې کو په دې خاطر چې دا طالب ووژل سو او زموږ او تاسو د عزت په خاطر خپل ژوند له لاسه ورکه؟ یا به مو خاطر است که ما گفتم ملخواره حمله میکنن، ملخواره میمورن، گمنام حمله میکنن، گمنام میمورن. اگر گمنام نمیموره گوری از اینا در کجاست؟ عکسی از اینا در کجاست؟ عکس کشته از اینا در کجاست؟ اینا اسم جنگ خود جهاد مانده. ما در دوره جهاد هر ستاره محلی، ولایتی و ملی که سرش به خاک میرفت عکسش چاپ میشد، بیوگرافیش چاپ میشد، داستان قهرمانیش چاپ میشد. آیا کسی به من نشان داده میتونه که طالب چهره کاریزماتیکش چی در جنگ چی در صلح کی است؟ در کجا است؟ او بیا چې دوی مرکه کوي، او دا چې دوی مرکه کوي بیا یو صادر په سر اچوي او داسې ګوري خبریال. وقتی که استانکزی صاحب بالا شد و به نمایندگی از 24 نفر که در اونجا تشریف دارن صحبت کرد، اول خب تحلیلی بود که اگه این 24 نفر رفتن به نمایندگی از جمهوریت به 24 توته تبدیل میشن. این تحلیلا میشد که اینجا نفاق است و اینجا اتحاد نیست، اینا نیست. استانکزی صاحب بالا شد و به نمایندگی از تمام هیئت جمهوری اسلامی افغانستان صحبت کرد و اینا به حد حرفای آقای استانکزی تایید میکردن که همش سر شور میداد و ما به رسم شوخی گفتم که اقا موافق هستین که ما فکر میکنم کلتان گردنایتان لقک شده. به این حد موافق بودن. از این 24 نفر یک تاش بالا نشد که بگویم ما یک تحلیل بدیل دارم. و استانکزی صاحب چی گفت؟ گفت ما متحد هستیم، وقار هیئت حفظ شده، با انگیزه هستیم، از ارزش‌ها متحدانه دفاع میکنیم، هیچ کمبود در بین ما نیست، رنگارنگ بودن ما که فکر میشد که مایه اختلاف ماست، رنگارنگ بودن ما تبدیل شده به قوت ما و ما اینجا به نمایندگی از کل افغانستان هستیم، از احزاب مختلف، از اقوام مختلف، از گروه‌های مختلف، از زبان‌های مختلف، از احزاب مختلف. و از بس که طالب زیر تاثیر از این هیئت رفته و در این روزا هیچ گپ به گفتن ندارن، آلو خونا میگفتن که بیاین از روی شریعت گپ بزنیم. 2 هفته است که دولت افغانستان میگه که بیاین قرآن سر میز بگذاریم که ما شما صلح کنیم، اونا میگن نه بیاین که ما موافقه کرده امریکا را روی میز بگذاریم. اینی ادعایشان هم که ما با شریعت جنگ میکنیم در دوحه در مظهر عام باطل شد. عبدالرازق شهید یک مرد با غیرت و با همت و وطن دوست بود و با مردم خود بود و در دفاع از مردم و وطن خود و سرزمین خود و آزادی و استقلال افغانستان توطئه دشمنای افغانستان شد
و جام شهادت نوشید. خداوند جایش بهشتی بر این داشته باشه. وقتی که میبینیم که افسرهای اردوی ملی افغانستان در جاهای تصاویر عبدالرازق شهید حمل میکنند، در موترهای خود نصب کردن، او به خاطر قهرمانی بوده که ای در پهلوی مردم افغانستان و در دفاع از مردم افغانستان از خود نشان داده. بار اول در جبهه آبخورما در زمان دولت اسلامی افغانستان در اوج نوجوان بود و جوان بود. در او زمان خودش یادآوری کرد که یک بار ما رفتیم به همراه تعدادی از بزرگان او زمان به خاطر خبرگیری از جبهه. در اوجا گفتن ما با شما دیده بودیم و در او زمان در او صف دفاع قرار داشت. شخصیت مردمی هم بود، با غیرت هم بود، یک دوست بسیار خوبم بود و ما خاطر سفرهایی که داشتیم با وجودی که نام آوازه نامش و کارنامهش سراسر افغانستان گرفته بود، یک شخصیت بسیار متواضع و یک شخصیت مردمی بود و با همه اطراف افغانستان، گوشه های افغانستان و مردم و شخصیت های افغانستان ارتباطات نیک و حسنه داشت. من باعث یک دوستم او را یاد میکنم، اما بالاتر از او، فراتر از او، باعث یک کسی که تا آخرین لحظه زندگیش در دفاع از مردم و از نظام قرار داشت. جایش و خاطرش در بین مردم زنده است. خب خداوندی روزای سخت و دشوار از مردم افغانستان بالای مردم افغانستان بگذرانه و روزهایی را که آرمان همه شهدای مردم افغانستان بوده نصیب مردم بسازه. در روزهای سخت و دشوار باز تنها شعار ما را نجات نمیده. اوجا باز استاد شدن، اوجا باز در سنگر بودن، اوجا باز سختی و تمام مشکلات تحمل کردن، باز او امتحان ماست. 4 جمله را به هر ترتیب برابر کرده میتونیم. امروز هیچ کسی شک نداره که او عسکر فرزندی که در هلمند دفاع کرد یا در گوشه دیگه افغانستان دفاع کرده، از جمهوری اسلامی افغانستان دفاع کرده. و از شخص دفاع نکرده، از کدام گروه دفاع نکرده، از این نظام دفاع کرده و در این نظام معلوم است که در رأسش کیست، در ذیلش کیست. اما در عین حال اینم باید بگوییم که اگر نظام ما نمونه عدالت، نمونه مردم دوستی، نمونه وحدت ملی، نمونه زدودن تبعیض، نمونه رفع فساد باشه، باز در او زمان این دفاع به مراتب قویتر و محکمتر و اساسیتر صورت گرفته میتونه. اگر او فرزنده که در دورترین گوشه است بفهمه که تبعیض علیه صورت نمیگیره در تمام صفوف، در تمام رده ها، بازو به روحیه دیگه می جنگه. اگر او بدانه که این طرفی که ما از او دفاع میکنیم حاکمیت قانون وجود داره، عدالت اجتماعی وجود داره، بازو بسیار فرق میکنه روحیش در او سنگر. خب جا داره که از امو فرزندانی که در سنگر هستند و دفاع میکنن و امو شعر پیشتر که خواهر ما خواندن، به خاطر خون از ما در اینجا حضور به هم رساندیم، زنده هستیم و کار میکنیم و نام نشان نصیب ما شده، ما قدرشان بدانیم. من از مسئولین محترم دفاعی امنیتی افغانستان، از تمام وزیر صاحبای محترم و همکارانشان تشکر میکنم و من یقین دارم که در رسیدگی به زندگی و معیشت و تقویت این نیروها اینا از هیچ کوشش دریغ نکردن و نخواد کردن. نقطه دوم است که تاریخ گذشته، دیروز، امروز، پریروز و 25 سال گذشته افغانستان و 40 سال گذشته افغانستان همه ما آگاه هستیم. چی شد، چی واقع شد، از کجا آمد، توطئه در کجاست، در کجا نیست. مسئله و سوال مهم این است که ما چی میخوایم بکنیم باعث افغانها و باعث شهروندای کشور. آیا یک نسخه جنگ 42 سال دیگر هم برای مردم افغانستان تهیه میکنیم که بیاین بخیر و بهایش و قیمتش باز از جیب مردم افغانستان داده میشه؟ یا است که
به دنبال یک راه دیگه هستیم. راه دیگه هم دو طرف داره و اطراف دیگه هم داره. جامعه بین المللی داره، منطقه داره و اینها. بسیار مهم است که او راه را که راه رفتن به صلح است که حکم الهی است، با متانت، با اطمینان، با اعتماد به نفس، بدون اضطراب، با تمام عزم و اراده طی کنیم. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.